در سرزمین‌های شمالی بهار ممکن است بی‌رحم ترین فصل باشد. این سمور مادر به رغم چندین ماه مراقبت ایثارگرانه یکی از بچه‌های عزیزش را از دست داده است. طوفان ماه مارس او را از خانواده‌اش جدا کرده و توله سمور اکنون تنهاست. او شانسی برای زنده ماندن ندارد. زمان، جزر و مد و هوا اکنون سرنوشت او را رقم می‌زنند. سرنوشت یک زاده طوفان را. زاده طوفان. نور گرما را به درون سرزمین‌های شمالی می‌دمد. تمام برف‌ها از روی سواحل ناهموار و مضرس ایسلند ناپدید شدند و اکنون آب‌های ناشی از آب شدن برف‌ها دره‌ها را سیلابی می‌کنند. چندین نمی‌گذرد که خورشید قریب به 24 ساعت در روز فرمانروایی کند. برای حیوانات ایسلند، اسکاتلند و نروژ این فرصتی طلایی است. اما در ضمن سخت ترین فصل نیز هست. این فصل زمانی است که تمام لحظات آن باید بر روی پرورش و آموزش بچه‌ها برای مستقل شدن متمرکز شود قبل از اینکه تاریکی بازگردد. در جزایر شتلند واقع در شمال سواحل اسکاتلند هوا آرام است و سمور ماده به کار ساختن قلمروی خود مشغول شده است. همه چیز برای این مادر تغییر کرده است. 3 ماه قبل او بچه کوچک خود را در یک طوفان شدید ماه مارس از دست داد. با وجود اینکه مادر چندین کیلومتر از خط ساحلی را برای یافتن او جستجو کرد، آنها دیگر همدیگر را ندیدند. طول سمور آنقدر قوی نبود که بتواند به تنهایی از شانش محافظت کند و زنده بماند. اکنون او فقط پسرش را دارد که مورد مراقبت قرار دهد. اما سمورها موجوداتی احساساتی نیستند. آنها حتی یک توله را قربانی می کنند. البته اگر بدانند با این کار توله دیگرشان قوی‌تر و بهتر رشد خواهد کرد. و اکنون توله دیگرش که زنده مانده قوی تر و بهتر رشد می کند. در حال حاضر هنوز هم به مادرش وابسته است و به سرعت در حال رشد است. اما هنوز مادر بیشتر شکار می کند. پسرش در صید شکار سریعتر از مادر عمل می کند و این صیدی ایدئال است. ماهی لب‌کلفت سرشار از مواد غذایی، البته تا اندازه او را سیر نگه می دارد. مادرش قلمروی خود را با بویش علامت گذاری می کند. این پیامی برای سمورهای نر محلی است. حالا که پسرش رو به رشد است، او به زودی دوباره آماده جفتگیری می شود.
در ساحل شمال غربی ایسلند آمیزه‌ای از رنگ‌ها چشمانداز منطقه را تغییر داده است. وقتی نور باز می‌گردد، زندگی باید این فرصت را غنیمت بشمارد. روباه قطبی نر هم تغییر کرده است. فقط مقداری از پشم ضخیم زمستانی او باقی مانده است. او اکنون تیره رنگتر و براقتر شده و کاملا توجه خود را بر روی یک مأموریت مهم متمرکز کرده. او پدر شده است. اعضای تازه متولد شده خانواده‌اش در میان علف‌های بلندی در نزدیکی یک خانه تابستانی متروک مخفی شده‌اند. 6 توله کوچک. آنها که تنها 10 روز از تولدشان می‌گذرد، تازه چشم‌هایشان باز شده و رفته رفته دنیای خود را می‌شناسند. مادرشان طی چند هفته آینده که آنها از شیر مادر تغذیه می کنند همواره در کنارشان می ماند. زمانی که توله ها کاملا از شیر گرفته شوند، این وظیفه پدر است که مادر را تغذیه کند. انتخاب قلمروی زندگی روباهای ساحلی مسئله مهمی است، چون باید تمام غذای مورد نیاز خانواده را تأمین کند. لانه آنها نزدیک همان ساحلی است که این جفت در ماه مارس در آنجا جفتگیری کردند. اکنون در ماه ژوئن اینجا از نظر تأمین مواد غذایی بسیار بهتر و غنی‌تر شده است. آنها می توانند هر چی می خواهند از کنار ساحل جمع کنند و افسارها پر از پرندگانی است که جوجه هایشان را پرورش می دهند. پرندگانی که تخم‌ها و جوجه هایشان مجموعه‌ای از رژیم غذایی روباها را تشکیل می دهد. این مکان جای مناسبی برای لانه‌سازی است. روباهای ساحلی همسایگان مرفهی دارند. بر فراز ساحل ناهمواری‌های کوهستان هورن بیارگ دیده می شود. اینجا زیستگاه روباهای صخره‌های بلند است. روباهای ماده چندین سال است که این منطقه را در تسلط خود دارد، اما امسال او جفت جدیدی پیدا کرده است. او روباهی جوان، قوی و علاقمند است، اما هنوز خیلی بی تجربه است. 6 توله آنها بزرگتر و قوی‌تر از توله های روباهای ساحلی هستند. آنها را از شیر گرفتند و حالا دیگر مشتاق غذاهای سفت هستند. روباه ماده به طرف شکارگاه همیشگی خود به راه می‌افتد و امیدوار است که بتواند نزدیک لانه مرغان طوفان کمین کند. اما امسال تعداد این پرندگان رو به کاهش است و بسیاری از لانه‌ها خالی ماندند. تمام فشار بر دوش جفت جوان اوست. او در کنار مدخل رودخانه‌ای شکار می‌کند که 300 متر بالاتر در میان قله‌های کوه قرار دارد. در اینجا هم مرغان دریایی هستند. مرغان نوروزی، یک دسته پرنده با چنین جمعیتی منبع غذایی فوق‌العاده است. اما اینجا محوطه‌ای باز است و راهی برای رسیدن به آنها وجود ندارد. یا شاید هم باشد. شاید این معمایی باشد که او بتواند آن را حل کند. مرغان نوروزی بعد از حمام گرفتن روی صخره‌ها می‌نشینند. شاید در آنجا بشود آنها را ربود.
این بار شانس نیاورد. اگر بتواند راهی برای گرفتن آنها پیدا کند، خانواده در حال رشدش را نجات می‌دهد و باعث تداوم نسل خود خواهد شد. گوزن‌های تازه متولد شده رفته رفته وارد سرزمین‌های طوفان زده می‌شوند و در حالی که تعدادی از آنها در زیر نور آفتاب خود را گرم می‌کنند، تعدادی دیگر هنوز در شرایط دشواری به سر می‌برند. در نروژ گله‌های گوزن‌های شمالی با متولد شدن این توله‌ها بزرگتر شده‌اند. زمستان گذشته به طرزی استثنایی سرد بود و گرمای خورشید تابستان هنوز توده‌های عظیم برف را در دشت‌های وسیع و پربرف آب نکرده است. گوزن‌ها باید به حرکت خود ادامه دهند. گوزن‌های مادر به دنبال هر نوع گیاه نورسته‌ای می‌گردند تا خود و توله‌هایشان را از گرسنگی نجات دهند. در جنوب و در سواحل دریای شمال برف‌های اسکاتلند تقریباً دیگر آب شده‌اند. گوزن‌های اینجا خیلی دیرتر زایمان می‌کنند. این گوزن کوچک فقط 1 ساعت از عمرش می‌گذرد. او که در تمام بدنش از پشم‌های بلند و کم پشت پوشیده شده از هوای بد در امان می‌ماند. به نظر آرام می‌رسد، اما حالا دیگر باید غذا بخورد. مادرش بی‌حال و ناتوان است. این اولین زایمان او بوده و کاملاً از پا در آمده است. بچه گوزن اگر قدرت کافی به دست آورد باید زود بایستد و شیر بنوشد. دیگران این لحظات را بهتر می‌گذرانند. این گوزن ماده کوچک 4مین فرزند مادرش است. ممکن است به نظر ضعیف و لرزان برسد، اما بچه گوزن‌ها باید تقریباً بلافاصله بعد از تولد حرکت کنند تا از چنگ شکارچیانی مثل عقاب‌ها بگریزند. او که طرز ایستادن مادر با تجربه‌اش را الگوی خود قرار داده، محل مناسب را برای شیر خوردن پیدا می‌کند. بچه گوزن کوچک تلاش می‌کند روی پایش بایستد. فقط کافی است پاهایش را صاف کند. و در نهایت می‌تواند برای نخستین بار شیر بنوشد. حالا دیگر می‌تواند نیرو بگیرد. در ایسلند ابرهایی در اطراف کوه هورنبیرگ شکل می‌گیرند. نزدیک ساحل بچه روباهای ساحلی آرام گرفته و استراحت می‌کنند.